خب ما تا اینجای کار با کواکب آشنا شدیم با البته با بروج 12 از این جلسه به بعد قرار آشنا بشیم، با ثوابت آشنا شدیم و متوجه شدیم که اینها از همدیگه فواصل دارن و در یک مدارهای خاص خودشون حرکتهایی رو ایجاد میکنند که باعث زاویه گرفتن از همدیگه میشن و این زاویه هاست که باعث ایجاد احکام نجوم میشه. یعنی عملا اگر ما بخش آسترونومی قضیه رو نداشته باشیم، عملا آسترولوژی به هیچ دردی نمیخوره، یعنی آسترولوژی بی‌معنا میشه و معنای علم نجوم در آسترونومی بودن اونه، یعنی در دو تا بودن اونه، در بعد ریاضی و علمی گرفتن اونه و علمی ترین رشته حالا میتونیم بگیم که شاخه‌های علوم غریبه یا شاخه‌های علوم ارثماتیکی هست. یعنی اگر بخوایم که به یک سطح دیگری به قضیه نگاه کنیم، اینه که احکام پذیره، زمان پذیره و زمان پذیره. زمان چیه؟ گذر چرخشی همه این ستارگان، همه این کواکب، خب در مدار خودشون یک بعد زمانی ایجاد میکنند که وقتی ما اگر از یک دورنگاره، یعنی از یک چشمانداز خیلی خیلی عقب‌تر به حرکت کواکب نگاه کنیم، صرفاً حرکت اینها زمان رو ایجاد میکنه و زمان رو به وجود میاره. متوجه هستین چی میگم؟ یعنی زمان، اگر بخوایم که زمان رو تعریف بکنیم برای خودمون، زمان همون حرکت افلاکه. اگر حرکت اینها همشون از حرکت بیفتند، اون زمانه که زمان میسته و شما در یک لامکانی و لازمانی خاصی قرار میگیرید که این حالا خارج از بحث صحبت ماست و وارد یک بحث فلسفی و عرفانی خاصی میشه. حالا اینکه چرا کواکب دارن حرکت میکنن، این رو حکمای نجوم اسلامی یک حرکت عشقی توصیف کردند، یعنی یک حرکت شوقی و ذوقی در کواکب و ستارگان تلقی کردن. منتها از لحاظ اخترفیزیکی اینها تعبیر علمی دارند که نسبت به گرانش همدیگه، نسبت به جاذبه و دافعه اونها از هم در این مدارات قرار گرفتند و دارن مسیر خودشون رو طی میکنند. تا اینجای کار در همه سبک ها یه چیزه. یعنی شما اگه سبک آسترولوژی چینی بخوای بری، این صحبت ها هست. بخوای بری سبک هندی مثل ودیک، مثل یا سبک های دیگهش، خب این صحبت ها وجود داره. یعنی آسترونومی یه چیزیه که تو همه سبک ها هست. بخوای بری سبک غربی، این صحبت ها هست. نجوم ایران باستان برگردی هست، نجوم اسلامی بری، اینا هست. منتها با تفاوت های علنی. یعنی یک تعداد تفاوت هایی وجود داره که الان از اینجا به بعد ما این تفاوت ها رو مجبوریم صحبت بکنیم تا اینکه بعد بتونیم وارد احکام نجومی بشیم. این تفاوت ها چی هستند؟ مثال، یک تعداد نفرات اومدن گفتن که حرکتی که، مثال میگم، کره زمین طی دور خورشید داره انجام میده، این صرفاً یک حرکت دایره‌ای شکله. خب ولی یک تعداد دیگه اومدن ادله ها آوردند که نه، این حرکت بیضی شکله، یعنی یه جاهایی نزدیک به خورشید میشه، یه جاهایی هم دور میشه. و حالا این در نجوم اسلامی یه تعبیرهای دیگه ای داره، مثل برمیگرده به فلک حامل و افلاک مدوراتی که کره رو محرک کننده کره هست و این اصلا توی سبکای غربی یا سبکای هندی در معادلاتشون نداره. دارن یه شیوه دیگری است. چیزی که جناب شیخ بهایی در تشریح الافلاک خودش نوشته اون نیست که در غرب صحبتشو میکنن یا محاسبات کوپلرینگ اون رو به میون آورده. پس صحبت ما کاملا متفاوته و اگر ما بخوایم که نجوم اسلامی رو
در این دوره برای دوستان یاد بدیم، مجبور هستیم که استرلاب داشته باشیم، مجبور هستیم زیج داشته باشیم، عملا رصد داشته باشیم و کلا چارچوب نجوم اسلامی رو بررسی بکنیم. ولی چون این یک دوره مقدماتی هست و ما هنوز استرلاب نداریم، اکثر دوستان ندارن استرلاب، زیج ندارند و اولین دورهشون هست که شرکت کردن، من مجبورم که در اینجا برگردم به نجوم آسترولوژی و بحث نجومی که بر اساس محاسبات هندی هست، بر اساس محاسباتی که کوپلرینگ انجام داده و اکثر نرم افزارها با اون هستند. منتها میگم ما به شخص من پذیرنده این نوع نجوم نیستم. خب صرفا دارم یک مقدمه و پای ریزی میکنم برای دوره های بعد که بتونیم در اون دوره ها به نجوم اسلامی خودمون پی ببریم که چیه، به کیفیت اون، به ابزارهای رصدی اون، به پایگاه های داده اون، که بتونیم عملا خودمون رصد انجام بدیم، نه با نرم افزار. متوجه هستین چی میگم؟ نرم افزار یه چیزی شما کلیک میکنی، یک تعداد محاسبات از بر اساس کوپلرینگ و بر اساس داده های آسترونومی که خلاف اون چیزی هست که بعضا، نه همیشه، بعضا در نجوم اسلامی مطرح شده، اون رو براتون محاسبه میکنه بدون اینکه شما بدونید این محاسبه چگونه پذیرفته، فقط صرفا برای شما یه چارت نشون میده. خب و یک تعداد تنظیمات داره که بر اساس کجی دایره البروج، یعنی بخش حرکتی که کج حرکت میکنه زمین، بر اساس اون یک تعداد تنظیمات در اختیار کاربر داده شده، صرفا داره این کار رو انجام میده. یعنی عملا شما نمیدونی که این محاسبه چجوری انجام شد، مگر اینکه برگردی به محاسبات کوپلرینگ، خودت انجام بدی، خودت مقایسه کنی، که باز میگم تا ابزار رصدی دستتون نباشه این کار عملا نشده. یعنی چیزی که میخوام بگم اینه، تا شما عملا نتونی خودت استرلاب دست بگیری، خودت ابزار نجومی داشته باشی، رصد انجام ندی، آسترولوژی شما بی‌معنیه. هیچ وقت نمیتونی به خودت بگی من یه منجم شدم، هیچ وقت نمیتونی به خودت بگی که من میتونم از طریق احکام نجومی خیلی چیزا رو متوجه بشم، خیلی چیزا رو صادر کنم، احکام صادر کنم، حکم بدم. این رو نمیتونی. یعنی عملا شک در کار میفته، شک داری به کارت که این نرم افزار این اطلاعات رو از کجا آورده. مگر اینکه خودت بتونی محاسبه کنی، خودت رصد بکنی و احکام صادر کنی. احکامت اون موقع حکم داره، الان نه. پس این پیش‌فرض رو از ذهنتون حذف بکنید که شما در یه دوره شرکت کردین، با گذراندن این دوره، با متوجه شدن این دوره، قرار نیست که شما یک منجم کامل بشی. قراره که مقدمات ورود به نجوم اسلامی رو داشته باشیم که حالا با دوستان در تلاش هستیم، یعنی در تلاش شبانه روزی هستیم که هر چه سریع‌تر بتونیم که استرلاب درست کنیم برای دوستان، استرلاب نسبت به شهری که هستن طراحی بشه و در دوره های بعد بتونیم که با ابزار رصدی، با داده های زیجی که به قول معروف بخشش بازنویسی شده و از زیج نوشته به عدد نوشته تبدیل شده، بتونیم با استفاده از احکام علم هیئت و ریاضی این مسئله رو در خودمون حل بکنیم. خب پس قرار ما این شد که در این دوره به عنوان مقدمه از سبکای حالا به اصطلاح هندی استفاده بکنیم، با یک تعداد محاسبات پیش بریم که انشالله بتونیم که اون مراد دلمون رو در دوره های بعدی بهتر ایفا بکنیم، بهتر به اونها برسیم و اون رو به عنوان اصل بپذیریم. متوجه هستین چی میگم؟ این یه دوره پایه است و ما مجبوریم که به عنوان کسانی که در این دوره شرکت کردند و هیچ زمینه نجومی ندارند اونها رو با نجوم آشنا بکنیم و در دوره های بعد وارد بعد آسترونومی صرفا بشیم.